سلام بچه‌ها. بله همینجور که میدونین فرانکلین دوباره بدبخت شده. موجودیشم که نگم براتون که بازم همتون میدونین صفره. خوبه. امروز بهش گفتم فرانک تا کی میخوای به این وضع داغون ادامه بدی؟ تا کی میخوای توی چادر زندگی کنی یا روی این مبل تیکه پاره بشینی؟ گفت منم به خدا قسم دیگه از این وضع خسته شدم و دوست دارم یه کاری واسه خودم راه بندازم. بهش گفتم چه کاری دوست داری؟ من دوست دارم یوتیوبر بشم حسین ایجی. شنیدین؟ فرانک قصه ما میخواد یوتیوبر بشه. ایول. و ما امروز قراره که به فرانکلین کمک کنیم تا یه یوتیوبر خیلی خفنی بشه. واسه اول کار ما باید سوار دوچرخمون بشیم و بریم یه گوشی یا یه دوربین واسه خودمون پیدا کنیم. پول که نداریم بخریم ولی خب شاید توی آشغالا بشه پیدا کرد. بله. خب بچه‌ها من یه کوچه پیدا کردم که توش پر از آشغاله. باید حسابی اینجا رو بگردیم و ببینیم چیزی پیدا میکنیم که به دردمون بخوره که هیچی اینجا نیست. چه جای خطرناکی هم اومدیم داداشم. اینجا محله بالاساس. دست از با خطا کنیم آب کشیم. پس مثل بچه آدم باید سرمون رو بندازیم پایین و خیلی خوشگل توی این کوچه رد بشیم و بریم به کار و زندگیمون. نه خبر. ببخشید یادم نبود این دافیای محله بالاسان باشون نمیشه شوخی کرد. خب توی این کوچه که چیزی نصیبمون نشد باید بریم یه جای دیگه. خب اینجا هم جای خوبیه چون پر از آشغاله. شانسمون رو امتحان میکنیم دیگه. باید حسابی بگردیم. اگه خوش شانس باشیم یه گوشی یا یه دوربین چیزی میتونیم واسه خودمون پیدا کنیم و کار یوتیوبریمون رو استارت بزنیم. حضرات لعنت بهش هیچی نیست. بذار این طرفو بگردیم. ای بابا چرا همه چی هست الا اون چیزی که ما میخوایم. اینم شانس ما دیگه. یعنی لب رودخونم که بریم باید آفتابه با خودمون ببریم به قرآن. از بس که ما باید وقت خاک بسریم شانس نداریم. یا ابوالفضل یه گوشی پیدا کردم. دیدین ایناش؟ فقط ایشالله که کار کنه. فرانک ورش دار. بذار ببینم. وای بنازم گوشی کار میکنه. دوربینش چی؟ وای دوربینش هم کار میکنه حضرات. فقط حیف که رنگ صورتی فکر کنم مال یه دختری چیزی بوده. اصلا مهم نیست. مهم اینه که ما تونستیم یه گوشی پیدا کنیم. با این گوشی ما خیلی کارا میتونیم بکنیم. به به. بچه‌ها امروز اخبار GTA گفت که 3 ماشین خیلی خفن و جدید وارد شهر شده. من آمارشو در بردم و فهمیدم اون 3 ماشینا کجان و پیش خودم گفتم چی بهتر از این که ما بریم از این ماشینا فیلم برداری کنیم مثل یه ولاگ، بعد ویدیوشو آپلود کنیم توی یوتیوب. بله اینم از اولین ماشین. فقط حیف که مال بالاساس. خب بذارید دوربین گوشیو در بیاریم. خب استارت کارو بزنیم. سلام بچه‌ها امروز اومدم یکی از اون 3 ماشین خفن رو واسهتون اینجا فیلم برداری کنم. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون بیاد. بذارید نمای جلوشم واسهتون بگیرم. بله این ماشین خیلی جدیده و پرشم هست. بچه داره فیلم میگیری به درد نخور. ای داداش واسه اسلحه میکشی؟ من داشتم از ماشینت فیلم میگرفتم. تو غلط میکنی که ماشین من بدون اجازه فیلم میگیری. یالا بزن به چاک بینم. خیلی خب بابا واسه عصبی میشی باشه فیلم نمیگیرم. هی چرا یهو قاطی کرد؟ من کاری نکردم که. فقط داشتم از ماشینش فیلم میگرفتم. آشغال بی جنبه. به جهنم میریم سراغ ماشین بعدی. این بالاساها خیلی آدمای به درد نخور و گنده دماغیان. ولشون کن بابا گور پدرشون. بله اینجا رو نگاه کنین. اینم اون یکی ماشین. فکر کنم صاحباشم اینا باشن که معلومه آدمای متشخصی هستن. خب ایشالله که دیگه اینا به ما کاری ندارن. پس دوربینو در میاریم و سلام خدمت ویورای محترم. همینجور که دارین میبینین ما اینجا یه فراری خیلی زیبا داریم با یه رنگ به شدت جذاب. میشه از ماشین فیلم برداری نکنید آقا؟ ای بابا داداش واسه چی آخه؟ حالا اگه از این فیلم بگیرم چیزی از تو کم میشه؟ نه چیزی از من کم نمیشه ولی دوست ندارم کسی از ماشینم فیلم برداری کنه. حتی شما دوست عزیز خواهش میکنم قبل از اینکه اتفاقی بیفته از اینجا برید. باشه بابا نخواستیم. ماشینت ارزونی خودت گو. مردی که مرفه بی درد. بله بچه ها همینجور که دیدین صاحبای اون 2 ماشین نذاشتن که از ماشیناشون فیلم بگیریم و اینم آخرین ماشینیه که اومده توی شهر. حالا نمیدونم از این ماشینم بذارن فیلم بگیریم یا نه. حالا شانسمون رو امتحان میکنیم. خب بچه‌ها همینجور که دارین میبینین این جدیدترین ماشینیه که وارد شهر شده و اسمش هم رادیکاله. اینم نمای جلوشه که رنگ فوق العاده قشنگ و جذابی هم داره. دوست عزیز الله اکبر دوباره یکی اومد. بله داداش اینم ماشین شماست. اجازه ندارم ازش فیلم بگیرم. باشه ولمون کن خدا وکیلی. نه عزیزم اون ماشین من نیست. ماشین من پشت سرمه. فقط میخواستم بدونم واسه چی داری از این ماشین فیلم میگیری. وقتی داشتی از ماشین فیلم میگرفتی حواسم بهت بود. دیدم که با ذوق و شوقم داری توی فیلمت صحبت میکنی. چرا
چراش که والا داداش من قصد دارم یوتیوبر بشم و داشتم ولاگ ضبط میکردم همین. پس گفتی که میخوای یوتیوبر بشی. به به. ببین من خودم یوتیوبرم، اسم کانالم هم روی لباسم نوشتم بیگنس. ببین من همه کارهای یوتیوبمو انجام میدم ولی وقت آپلود ویدیو و این چیزا رو ندارم و واسه کانالم یه ادمین نیاز دارم. تو میتونی ادمین من بشی؟ ببین اگه قبول کنی یه خونه بهت میدم و یه دونه کامپیوترم میذارم در اختیارت، حقوقت هم سر جاشه. ناموسن قبول میکنم. به به خیلی هم عالی. اگه رانندگی بلدی برو بشین پشت ماشینم تا با هم دیگه بریم خونه تو بهت نشون بدم. آره داداش بلدم. باشه برو بریم نوکرتم. اصلا شانس یهویی اومد در خونمون رو زد. خب بچه‌ها توی کامنت ها بهم بگین ببینم اول از اینکه شما دوست دارین یوتیوبر بشین یا نه، و اگه دوست دارین یوتیوبر بشین دوست دارین توی چه حوزه‌ای فعالیت کنین؟ مثلا دوست دارین گیمر بشین یا ولاگر، یا مثلا دوست دارین توی یوتیوب چیز میز آموزش بدین؟ حتما توی کامنت ها بهم بگین و یادتونم نره که حتما ویدیو رو لایکش کنید و اینستام هم که اسمشو میذارم این پایین فالو کنین تا خیلی سریع اونجا هم بشیم 10k. و تویی هم که جدید هستی حتما به کانالم سابسکرایب کن و زنگوله بغل حسابم بذار روی آل، یعنی بذار رو حالتی که پررنگه تا هر وقت ویدیو جدید گذاشتم نوتیفش واسه ارسال بشه. فدایی داری تیر هوایی داری. خب بچه‌ها ما توی راه یکم با این داداشمون صحبت کردیم و فهمیدیم که چقدر آدم با شخصیتیه. خونه‌ای هم که میخواد به ما بده دقیقاً اینجاست. به به یا الله بابا بنازم. آقای بیگنس واقعاً دمت گرم، کارت خیلی درسته. عشق منی خدا وکیلی. خونه حالا خیلی تر و تمیز نیست ولی خب خوبه، بدم نیست. آقای فرانکلین این همون خونه‌ایه که بهت میگفتم. دوستش داری؟ بله داداش چرا دوستش نداشته باشم؟ من قبل این توی چادر زندگی میکردم. اینجا واسه من حکم یه خونه لوکسوریا داره. واقعا دمت گرم. خواهش میکنم عزیزم. اون لپتاپی هم که روی میزه رو واسه تو گذاشتمش که باهاش بتونی کارو رو انجام بدی. خیلی هم عالی داداش، دمت گرم حضرت عباسی. ایشالله که کارم بگیره و واسه جبران کنم. نوکرتم. فرانک بابا واسه چی زانوی غم بغل گرفتی مرد حسابی؟ دست از سرم بردار حسین ایجی. یک هفته است دارم روی یوتیوب فیلم میذارم ولی فقط 5 تا دونه ویو گرفتم با 2 تا دونه سابسکرایب. من به درد این کار نمیخورم. آها به نکته خیلی خوبی اشاره کردی. ببین کسکم یوتیوب چیزی نیست که بتونی تو یه هفته یهویی برسی به اون چیزی که میخوای. طول میکشه فرانک، صبر کنی یکم. حالا اون پاشو چسناله بسته دیگه. بله بچهای عزیز اگه میخواین توی یوتیوب فعالیت کنین باید یه آدم صبوری باشین. واسه من اومدم توی خلا. داداش برو بیرون. اصلا و ابدا نباید عجله کنین. با صبر و تحمل همه چی درست میشه. خب بگذریم. خدا رو شکر کن یارو آقای بیگنس خداییش هوامونو داره. با پول ادمینی که بهمون داد من تونستم یه دونه موتور واسه خودم بخرم. حالا موتور درست حسابی نیست ولی خب بدم نیست دیگه. حداقل هر چی باشه بهتر از پیاده گز کردن یا پا زدن با دوچرخ است. این خونه هم واقعا خونه خوبیه، فقط یه بدی که داره اینه که روبروی خونه لستره. اشکال نره فعلا باید تحمل کنیم تا بتونیم به وقتش یه تکونی به خودمون بدیم. او آقای بیگنس تماس میگیرن. جونم آقای بیگنس. فرانکلین بابت ادمین بودنت واقعا ازت ممنونم و معلومه که کار بلدی. کانال خودت هم همین الان داشتم چک میکردم و دیدم خیلی داغونه. واقعا خیلی ناراحت شدم. بیا این $10,000 رو بگیر تا دستت خالی نباشه و از نظر من سبکتم عوض کن. برو سراغ ویدیوهای چالشی و اینجور سبکا. واقعا ازتون ممنونم آقای بیگنس. عشق منی. بیگنس حرف خوبی میزنه. به ما میگه سبکتو عوض کن. خب راست میگه. شاید اصلا ما به درد ولاگری نمیخوریم. پس میریم سراغ سبک چالشی، ویدیوهای چالشی خفن. یه سری ایده ها توی ذهنم هست که واسه عملی کردنش نیاز داشتیم به پول و آقای بیگنس زحمت کشید و $10,000 بهمون داد. توی این دور زمونه با دست خالی هیچ کاری نمیشه کرد. هر کاری نیاز به یه سرمایه داره. خب بچه ها اینجا رو نگاه کنین. من یه دونه کامرامن استخدام کردم که بتونه توی ضبط ویدیوها بهم کمک کنه. واسه اولین ویدیوی چالشیم میدونی میخوام چیکار کنم؟ میخوام سر به سر سیمیون بذارم و یه شوخی عجیب غریب و پشتوانتی باش بکنم. آماده این؟ فقط باید منتظر بمونیم که از بنگاش بره بیرون. رفت یا نه؟ ای ولداره میره بیرون. واسه ببینم کجا رفت. نباید ما رو ببینه ها. اگه ببینه چیکار داره میکنه؟ اومده اینجا داره سیزل میکشه.
ایول خیلی خوب، الان میتونیم بریم تو کار ویدیو. آقای کامرامن قشنگ فیلم برداری کنه، چیزی جان اندازی ها. خب بچه‌ها میدونین میخوام چیکار کنم؟ الان سیمیون داره بیرون سیجل میکشه. خب میخوام کف بنگاه سیمی بنزین بریزم تا بوی بنزین حسابی توی بنگاه پخش بشه و وقتی که سیمی سیگارش تموم شده اومد توی بنگاه، بوی بنزین صاف بره توی دماغش و فکر کنه که مشکل از ماشیناست و کامرامنمونم ریاکشن سیمی رو ضبط میکنه و خودش ویدیو خفنی میشه و بعدش میریم سراغش و بهش میگیم که این یه دوربین مخفی بوده و از این چرت و پرتا. خیلی هم عالی. خب بچه الان باید منتظر بمونیم که سیمی بیاد توی مغازه. یا ابوالفضل، یا قرآن، چی شد؟ باز چی همه چی ترکید؟ وا ویلانی، فکر کنم سیمیون با سیگار اومد توی مغازه. چخه بابا تو چته؟ بالا بینم. اوه ریدیم که. میگم آقای کامرامن همش رکورد کردی؟ آره داداش همش رکورد شد. وای پلیسم اومد. بیا بریم. وای حاجی بدبخت شدیم که بپر بالا. ولی مطمئن باشین اگه ما این ویدیو رو بذاریمش تو یوتیوب مثل بوم منفجر میشه و ویو خوبی میتونیم ازش بگیریم. حالا برو بریم خونه تا آپلودش کنیم. بچه ها شاید باورتون نشه ولی این ویدیویی که ما از سیمی گرفتیم توی 2 روز 1.5 میلیون ویو گرفت و 780 کی هم ساب جمع کردیم و سر این ویدیو خدایش خیلی هم پول درآوردیم. واسه خاطر همین یه دونه کامرامن دیگه هم استخدام کردم و یه ماشین خیلی خفنم خریدیم. فرانک دادا هم که یه سر و سامونی بهش دادم و چون این سبک ویدیو به ما جواب داد من میگم بهتره که خیلی زودتر بریم سراغ سوژه بعدی. به نظرتون سوژه بعدی کی میتونه باشه؟ همین الان توی کامنت ها بهم بگو. حضرات کامرامنی سوژه بعدی منتظرمونه، بزنید بریم سراغش. سوژه بعدی کسی نیست جز ترور دادای. بله الان اومدیم سراغ ترور. داداشم بریزیم پایین بینم. خب همه چیزو آماده کردیم، کامرامنامونم که جاشونو درست کردیم، یکیشونو گذاشتیم این پشت. آره توی این علفا، یکیشونم اون بالاه. خیلی سوسکی دارن فیلم برداری میکنن. حالا داستان چیه؟ این پولا رو ببینی روی زمین. من چند تا پول از در خونه ترور اینجوری چیدم روی زمین اومدم که وقتی اینا رو دنبالشون کنی کجا میرسی؟ ببینید اینجا همش پوله ها. رد پولا رو که بگیری و بیای میخوری به این کامیونه. و حالا داستان چیه؟ ترور قراره که رد این پولا رو بگیره و بیاد بره توی این کامیون. وقتی که رفتین تو ما در کامیون رو میبندیم و ادامه ماجرام که دیگه خودتون ببینین. خب حالا 1 2 3 ترور بیا بیرون. اوه مای گاد، بریم به جا قایم شیم. همه جا خوبه. کی بود؟ کی منو صدا کرد؟ ها؟ واسه این همه پول ریخته روی زمین. اینها بازم هست که بذار برشون دارم ببینم. معلوم نیست اینا از جیب کدوم احمقی ریخته. مهم نیست، حالا همشو واسه خودم برمیدارم. یارو فکر کنم جیبشم بد سوراخ بوده ها. هرچی پول داشته ازش ریخته. خدایا شکرت، همیشه همین جوری هوامو داشته باش. من با این پولا حسابی میتونم خوش بگذرونم. اوه اونجا رو نگاه، چقدر پول اونجا هست. جریان چیه؟ وای خدای من، دیگه بهتر از این نمیشه. فکر کنم ترور رفت عقب کامیون. وای آره. حالا اینجا رو داشته باشین. ترور داده خداحافظ. خب حالا دنبالم بیاین. خیلی خب آقایون کامرامن آماده این؟ من میخوام این ماشین و آقای تروری که پشت این ماشینه رو از این صخره بندازم پایین. و ویورای عزیز امیدوارم که از این ویدیو لذت ببرین، چون واقعا سر این ویدیو دهنمون خیلی سرویس شد و حسابی خسته شدیم. حالا اینجا رو داشته باشین. یا قمر بنی هاشم خداحافظ ترور. آقای ترور رفت به درک. خب بچه‌ها کات. ترور داداش بیا ویدیو تموم شد. فدات بشم عزیزم، دمت گرم که توی این ویدیو به ما کمک کردین. چیه واقعا فکر کردیم من میام ترور رو اینجا بندازم پایین؟ هر چیزی که توی یوتیوب میبینی که واقعی نیست. اکثرشون ساختگی و از قبل هماهنگ شده است. دورتون بگردم. حالا بزن بریم سراغ آپلود این ویدیو. آدم سرم
چشم کف پاتون داداشان. ویدیویی که از سرور گرفتیم توی 5 روز 6 میلیون ویو گرفت و ما الان 2.5 میلیون هم سابسکرایبر داریم. و همجور هم که داریم میبینین کامرامنامون هم توی کونشون عروسیه و شاید پیش خودتون بگین که این چه لباسی پوشیدی. این لباس ربط داره به سوژه بعدی که این سوژه هم قراره ویدیو خیلی خفنی از توش در بیاد. پس برو بریم لسکو. خب بچه‌ها واسه یادآوری دارم بهتون میگم، شما که تا اینجا ویدیو رو نگاه کردین لایکش هم کردین یا بازم یادتون رفت، اشکال نداره. اگه یادتون رفته حتما لایکش کنین و توی کامنت ها بهم بگین که دوست دارین چه ویدیوهایی واسهتون درست کنم، ایده هایی که دوست دارین واسهتون ویدیوشو درست کنم حتما توی کامنت ها بهم بگین. و اگه هم از این ویدیو خوشت اومد حتما یه قلب آتیش واسم بذار که بدونم خوشت اومده. و اینستا هم یادتون نره که فالو کنین، چون واسه کانال حسین اجیدو نیازه که اینستا رو فالو داشته باشین. و سابسکرایب کانالم که یادتون نره و زنگولش هم بزنین روی آل تا ویدیوهای جدیدو از دست ندین. مخلصم والله. خیلی خب بچه‌ها، سوژه بعدیمون یه آقای خیلی پول داره که آمارشو در بردم، رفته یه ماشین خیلی خفن واسه خودش خریده و به همین مناسبت میخواد امشب یه مهمونی بده. اشتر داشتم میگفتم که واسه ماشین جدیدش میخواد امشب یه مهمونی بده و ازش رونمایی کنه. حالا ما قراره چیکار کنیم؟ طبق معمول کامرامنمونه که کاشتمون بالا و ما قراره که به عنوان یه نظافتچی بریم توی خونه این یارو و سوار ماشینش بشیم و مثلا اونو بدزدیمش. سلام آقای محترم، خسته نباشید. من اومدم واسه نظافت خونه. بله بفرمایید داخل. متشکرم داداش. به به. اون ماشینی هم که خریده رنگش کرومه، یعنی براقه مثل همین هلیکوپتره. خیلی خوب آماده باشین. ماشینم که 100% توی پارکینگ میذاره دیگه. بله دیگه. به دست سگ چه ماشینایی داره، ولی اون ماشینی که ما دنبالش میکردیم این خوشگله است. خیلی خوب آماده باشین. 1 2 3 فرانک بودو بابا، ماشاءالله یا ابوالفضل. ما ماشینشو میام میذاریم اینجا تا کسی پیداش نکنه. این صدای چی بود قشنگم؟ تو هم شنیدی؟ آره منم شنیدم، صدای گاز دادن ماشین بود. آره درست میگی. ولش کن، حتما از بیرون اومده. میدونی که من یه ماشین جدید خریدم، تو هم هنوز ندیدیش. اول میخوام به تو نشونش بدم. بیا عزیزم دنبالم بیا تا ماشین جدیدمو بهت نشون بدم. مطمئنم که عاشقش میشی. توی کل دنیا فقط 2 تا دونه از این ماشین تولید شده که الان یه دونش مال منه. اینم از به ماشینم کو خدای من. عزیزم تو منو مسخره کردی؟ اینا که همون ماشینای قبلیتن. نه عزیزم مسخره یعنی چی؟ من ماشینمو دقیقاً اینجا پارک کرده بودم. آهای شما بیان اینجا ببینم. ای قربان، شما مگه همین الان با ماشینتون نرفتین بیرون؟ چی داره میگی احمق؟ من که اینجا روبروت وایسادم خاک بر سرتون کنن. ماشین جدیدمو جلوی چشتون دزدیدن و شما مثل دسته خر وایسادین نگاش کردین. ای وای، دقیقاً همون چیزی شد که میخواستم. خب دیگه بریم ماشینشو بهش بدیم، بس دیگه زیادی داره هرس میخوره. خیلی خوب ستونم، اینم از ماشینت. چی؟ ماشین من دست تو چیکار میکنه مرتی که؟ داداش عصبی نشو لحظه. شما مقابل دوربین مخفی قرار گرفتین و ما داشتیم با شما شوخی میکردیم. اینم ماشینتون صحیح و سالم، ناراحت که نشدی؟ پس این دوربین مخفی بود. خداییش خیلی ترسیدم، ولی دمتون گرم، خیلی کارتون باحال بود. خواهش میکنم آقا، اگه راضین که این ویدیو رو پخشش کنیم حتما واسه دوربینامون بای بای کنین. بله عزیزم چرا که نه. به داداش نوکرتم، دمت گرم، خیلی باحالی. بله اینم از این. حالا برو بریم سراغ آپلود. بریم. بچه‌ها پشماتون میریزه اگه یه چیزو بهتون بگم. دوربین مخفی آخری که رکورد کردیم 12 میلیون ویو گرفت و در حال حاضر هم 8 میلیون سابسکرایبر داریم و حسابی هم پول به جیب زدیم و خدا رو شکر الان ما از یه آدم بدبخت تبدیل شدیم به یه یوتیوبر معروف و پولدار. و همونجور که دارین میبینین من یه دونه ماشین خفن واسه خودم خریدم، یه لند روور به شدت زیبا که داخلش خدای خیلی قشنگه و در ضمن من یه دونه خونه جدیدم واسه خودمون گرفتم و به غیر از اون یه سورپرایزم واسهتون دارم. پس لیتس گو به سمت خونه جدید. بله داداش شامینم از ورودی خونه جدیدمون درشو نگاه. 8 ماهم درش مخفیه و یا الله بفرمایید داخل. اینجا رو نگاه کنین. این ماشین و اون فراری و پورشه که یادتونه ما واسه شروع کارمون رفتیم که از اینا فیلم بگیریم ولی نذاشتن که فیلم بگیریم، ولی الان من اینا رو واسه
خودم خریدم. این یعنی چی؟ این یعنی موفقیت، یعنی پیشرفت. تو باید برسی به اون چیزی که میخوای و اگه نرسی خری. خب اینجا حال خونمونه که یه دونه میز بیلیاردم وسطش هست و اگه بیای اینجا میتونی همه ماشیناتو ببینی و لذتشونو ببری. این قسمتش اینجاش خوبه. اینجا ما اسلحه و شمشای طلا و پولامونو نگه میداریم و یه جورایی یه گاف صندوق خیلی بزرگه. اینجاش چی بود؟ به اینجا هم که اتاق خوابه و یه دونه کامپیوتر داریم و دستگاه جی جی و کمد لباس و این دم و دستگاه. یادتونه که بهتون گفتم یه سورپرایز واسهتون دارم ها؟ برو بریم که سورپرایزو بهت نشون بدم. مطمئنم پشمات میریزه. سورپرایزی که بهتون میگفتم دقیقاً اینجاست. بیرونش واقعاً ترکیده و داغونه ولی توشو نگاه کنین. به اینجا اتاق گیمینگمونه حضرات. اینم از سیستمامون. آره یکم کرکسیف هست ولی خب با یه دستمال کشیدن و یه جارو حل میشه. حالا اینجا رو نگاه کنی. یه دونه دوربینم اینجا داریم که موقع استریم یا گیم پلی دادن از همون فیلم برداری میکنه و این بک‌گراند خوشگل و جذابم میفته پشت سرمون. اینجا هم یه سیستم دیگه داریم با یه دونه PS5 و یه دونه دوربین دیگه. خلاصه اون که خونمون بود، اینجا هم که اتاق گیمینگمونه و خدا رو شکر ما رسیدیم به اون چیزی که میخواستیم و امیدوارم هر کسی هر چیزی که دلش میخواد و خیلی سریع بهش برسه. پس صفا باشه. خب بچه امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه و سرگرم شده باشه و واسه حمایت از من لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. دوستاتون دارم. پس تا ویدیوهای بعدی